بذارین تو 1 دقیقه بهتون توضیح بدم چیا قراره تو آپدیت جدید پابجی موبایل به بازی اضافه بشه. بچه 120 FPS قراره بیاد برای یه سری از دیوایس ها و اینکه سلف ریوایو رو داریم، یعنی خودت میتونی خودت رو ریوایو بدی فقط وقتی که این دستگاه رو داشته باشی و فکر کنم نامحدودم باشه استفاده ازش. بچه جت پک هست که نه لیمیت داره نه بنزین میخوره و تا آخر مچ میتونی ازش استفاده کنی. ایدراپ رو میتونی باش بلند کنی از دست دوستات دورش کنی و اینکه انمیات هم حتی میتونی باش بلند کنی. بچه یه فلر سبز رنگ هست که تو مود و تو ایدراپ پیدا میشه و میتونی به صورت نامحدود هم تیمیات رو باش ریکال بکنی، ولی هر کدومش رو یه بار میتونی استفاده کنی. اینم ماشین جدیده که میاد و اون سرشه، اینم پاهاشه و هر کدومش میتونه 2 نفر حمل کنه و وقتی به هم وصله هر 4 تاتون میتونید با هم برید و فقط هم راننده میتونه ازش استفاده کنه از آپشناش و بچه خیلی خفنه و امکان منفجر کردن